حالا ما منتظریم آن دستاوردهای حاجی زاده و حسن تهرانی مقدم در زیر کوهها، در مکانهای امن، در فضاهایی که ما ازش به عنوان شهر موشکی یاد میکنیم به کار گرفته بشود. الان نه پس کی؟ این همه پیشرفت و امکانات اگر الان استفاده نکنیم پس کی؟ دونه به دونه این موشک ها تقاص خون مظلومایی هستش که پاسی از شب در خواب به سر می بردن. آن مادر و آن کودکی که مظلومانه خواب بودن، هیچ ربطی به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ما نداشتن. این موشک ها الان باید به کار بیاد. الان نزنیم کی بزنیم؟ الان آن ساعت صفری که 1400 سال ما منتظرشیم، آن همه آزار و اذیت‌ها در صدر اسلام، آن همه آزار و اذیت‌های ائمه بزرگوار، آن همه آزار و اذیت‌هایی که در طول چندین و چند سال ما از این قوم وحشی لجباز عنود تحمل کردیم، الان وقتشه. شاید خدا به دست این ملت در این سده قراره که بساط رژیم صهیونیستی رو جمع بکند. الان انقدر در سطحی از آمادگی و توانایی و امکانات و تجهیزات هستیم که باید اقدام بکنیم. ما گزینه‌ای جز اقدام نداریم. الرحمن الرحیم. شهادت آرزویی است که همه دلدادگان انقلاب اسلامی و خاصه پاسداران انقلاب اسلامی در آرزوی او بودند. یک روزی در سخت‌ترین شرایط در مکه 3 جوانمرد عهد و پیمان بستند که پای هر شرایطی دفاع از پیامبر رو انجام بدن. امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت حمزه و حضرت جعفر. به تبعیت امیرالمومنین شیعیان بیشماری خاصه در انقلاب اسلامی این روال رو انجام دادند. تعداد زیادی به عهد و پیمان عمل کردند و تعدادی بیشمارتر منتظرند. این روالی است که از اول تا الان در سپاه برقرار بود. در این حالی که این روال رو برقرار دارند، به تکلیف خود برای استطاعت بیشتر و قوه بیشتر حتی یک 24 ساعت رو ما از دست ندادیم برای اینکه یک روزی مثل امروز رو که پیش اومده اقدام به موقع و به هنگام مناسب انجام دهیم به فرمان. این سپاه در همه ابعاد خودش، در همه نیروهای خودش، در سپاههای خودش، در جبهه مقاومت، در همه جا این آمادگی داره که در لحظه به موقع و به هنگامی که به ما ابلاغ می شود اقدام پشیمان کننده ای رو برای خبیثان عالم، صهیونیستای جنایتکار و کودککش و امریکایی پشتیبان جنایتکار انجام بدهیم. الحمدلله به لحاظ اینکه شهادت مطلوب ترین وضع ممکن است، شهادت فرمانده کل سپاه، مطلوب فرمانده کل سپاه سردار سلامی بود و در آرزوی اون بود. به لحاظ اینکه این برای همه پاسداران در سرتاسر سپاه مطلوب هست، در عین حال انجام تکلیفی که به عهده ما هست منتظر بودیم که اون رو انجام بدهیم. این روال در کل سپاه برقرار است، در همه سپاه همه امورات در حال انجام است به روال مناسب و همه توانمندی های بیشمار سپاه همچنین نیروی مسلح برقرار است برای اینکه اقدام مناسب رو و پشیمان کننده رو انجام بدهیم. ممنونم از شما. عرض سلام و احترام. ما همکنون در کنار ساختمان نارمک هستیم که بامداد امروز مورد اصابت حمله رژیم غاصب صهیونیستی قرار گرفت. همکنون نیروهای امدادی پیکر یکی دیگر از شهدا را از این ساختمان خارج کردند. نکته ای هم که هستش، تعدادی از خانواده ها هستند که متاسفانه اعضای از خانواده خود را مفقود داشتند و در انتظار پیدا شدن این اعضای خانواده خودشان هستند.
چی بگم؟ تو این حادثه کدومی که از اعضاشون حضور داشتن در محل حادثه؟ من دخترش زن داداشم دخترش همش. کدوم محله بودن؟ ارکیده. الان چه اطلاعاتی ازشون داریم؟ چجوری متوجه شدین از حادثه؟ با جناقش روبرو میشیم، اون دیده اون بهم اون زنگ زد گفت بیا ابراهیم اینجا، رفت نمیدونم کوبیده شده با انفجار با موج به دیوار. چند نفر از اعضای خانواده‌تون بودن؟ 3 نفر. بچه خواهرم تازه همون مسابقات کشوری قهرمان شده، 9 سالش. انتظار دارین چه برخوردی با قاتلانشون بشه؟ هیچی مغزم اصلا جواب نمیده.